حیفا یک زن بود در زمان رسول خدا صلی الله علیه و سلم. چنان زنی زیبا و چنان ثروتمند بود، میگه هر جوانی که او را میدید و عاشقش میشد. چنان حسن زیبا داشت و هر روز به خانه اشان خواستگار می آمد، قبول نمی کرد. بسیار زنی خدا ترس بود. خواست که از رسول خدا صلی الله علیه و سلم یک چند نصیحت به خود بگیرد. روز به نزد رسول خدا صلی الله علیه و سلم آمد و گفت: یا رسول الله، می خواهم که یک چند نصیحت کنی. پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم گفت: حیفا، آیا شوهر داری؟ حیفا در جواب گفت: نه، ندارم. هر روز به آسقالی می آیند اما من قبول نمی کنم. رسول الله صلی الله علیه و سلم گفت: ای حیفا، تو فراموش کردی که خداوند زنی شوهردار و مرد زندار را دوست می دارد؟ فراموش کردی که بهترین نعمت بزرگ برای تو شوهر است؟ چرا شوهر نمی کنی؟ الحال وقتی شوهر کردنت است، اول شوهر کن. حیفا در جواب گفت: یا رسول الله، می خواهم که کسی که در راضی باشی مرا در نکاح همان درآر. آنچه را که تو می خواهی همون خیل کن. تو کسی را می خواهی همون را بگیر. حیفا یک روی کرد، گفت: نه، هر کی را شما بخواهید من در نکاح همون خواهم شد. رسول الله صلی الله علیه و سلم گفت: حیفا، این سحر کسی که به مسجد بر وقت بیاید تو در نکاح او خواهی شد. میگه سحر بر وقت بود که یکی از صحابه های رسول خدا صلی الله علیه و سلم با نام صهیب داخل مسجد شد. صهیبی که بسیار کم بضاعت بود، صهیبی که خانه نداشت، بسیار فقیر بود. از سحر آمده تا بیگاه در داخل مسجد می نشست. وقتی که رسول خدا صلی الله علیه و سلم بعد از نماز صهیب را به نزد خود خواند، گفت: صهیب، آیا می خواهی که همسردار باشی؟ صهیب گفت: بله، می خواهم، اما شرایطی همون را ندارم. گفت: به تو شرایط لازم نیست. من دختری را به تو آوردم که به هیچ چیز تو را قبول می کند. الحال من شما را نکاح می کنم، شما بروید به خانه اتان. صهیب در جواب گفت: یا رسول الله، من خانه ندارم، خودم را به زور می خورانم، می پوشانم، باز یکی دیگر را در بالای من جمع کردی، یک درد سری دیگر. حیفا که خدا ترس بود گفت: یا رسول الله، من خانه دارم. رسول الله صلی الله علیه و سلم به صهیب گفت: بگیر همسرت را، بیرو به خانه اش و جوراهای خود را دعوت کن، یکم خوراک بهر آنها آماده کن. صهیب گفت: کدام خوراک؟ من چیزی ندارم، خودم خورم، برای رفیقانم از کجا میابم؟ حیفا باز در جواب گفت: خوراکش را من تیار میکنم، همش را دارم. صهیب را روان کرد به خانهش و رسول الله صلی الله علیه و سلم آمد آنها را نکاح کرد و میگه شبی اول بود. صهیب یکی از صحابه های رسول خدا صلی الله علیه و سلم به همسرش حیفا گفت: همسر جان، من میخواهم که همین شب خودمان را به طاعت و عبادت گذرانیم، چه میگویی؟ حیفا که زنی خدا ترس بود گفت: میلش، هرچی که تو خواهی همان می شود. میگه شب تا روز نماز گذاشتند. از جانب خدا به حضرت محمد صلی الله علیه و سلم وحی شد. حضرت جبرائیل وقتی که نزد حضرت محمد صلی الله علیه و سلم آمد گفت: یا محمد صلی الله علیه و سلم، یک مژده به یک صحابه تو آوردم از جانب خداوند. رسول الله صلی الله علیه و سلم گفت: چه مژده ای؟ حضرت جبرائیل علیه السلام
در جواب گفت خداوند یکی از صحابه های تو را با نام صهیب گفت من همگی گناه او را بخشیدم و همگی گناه همسرش را هم بخشیدم. این مژده را به حبیبی من برسان تا ای که به آن بنده ام برساند. صبح بر وقت بود. صهیب باز به مسجد آمد. رسول الله صلی الله علیه و سلم صهیب را دید، گفت ای صهیب اینجا بیا. گفت از جانب الله یک مژده برایت آمده است. گفت ای صهیب تو چه کار کردی؟ تو چه کار کردی که خداوند همه گناه تو را و همسرت را بخشید؟ صهیب وقتی که این سخن را شنید بسیار گریه کرد و دوان به نزد همسرش آمد. گفت ای همسرم یک مژده برایت آوردم. رسول الله صلی الله علیه و سلم گفت خداوند همگی گناه تو را و همسرت را مغفرت کرده است. این است مکافات شبی اول. امروزها شبی اول ما به چی مبدل می گردد؟ ما و شما فراموش کرده ایم از رسول خدا صلی الله علیه و سلم که در شبی اول چه دعایی کنید خدا و دعای شما را قبول می کند. در شبی اول دعا از یادمان می براید. نفس دنیا، نفس تن ما و شما را نمی گذارد که دعا کنیم. هم برادر جانا، حضور زیاد کمی بیمار هستیم. در حالت بیماری این قصه را براتون پیشنهاد کردیم و کسی که زن ندارد به شما توصیه ما این است که شبی اول هرچی دعا میکنی خداوند او دعای تر خواهد قبول کرد. این صحابه رسول خدا صلی الله علیه و سلم در شبی اول چی دعا کرده بود؟ گفت خدایا من دعا میکنم که دیگر مرا به گناه آلوده مکن، دیگر مرا به گناه آلوده مکن. میگه دعای این صحابه همان لحظه قبول شد و خداوند همگی گناهش را بخشید. این برای ما یک شانس خوب است. خداوند برای ما یک شب را هدیه کرده است. برای هر یک بندش یک شب را داده است که اگر تا همون روز چه گناهی کرده باشیم توبه کنیم خدا همه گناه ما و شما را میبخشد. این هم همین شب یکم است، شبی که با همسر خود هم خوابه میشوی. انا همین شب است، هرگز فراموش مکنید. خواهشی بسیار از برادران بود که این قصه را باز هم قصه کنیم. بسیار بیمار هستیم، در حالت بیماری باز خسته این قصه را براتون پیشنهاد کردیم. من هر روز میخواهم که این قصه را براتون قصه کنم. وقتی خواندن این قصه باور کنید وجودم آب می شود، خودم داشته نمیتوانم. من میخواهم هر روز برای شما همین قصه را کنم تا اینکه این شب را فراموش مکنید. این شبی هست که برای بنده هدیه کرده شده است. هر گناهی کرده خدا او را میبخشد در آن همین شب اگر که تو توبه کنی و درگاه خدا بازگردی. دعا کن خدایا گو دیگر مرا به گناه آلوده مکن. من توبه کردم. خدای مهربانی داریم که از مادر 1000 مرتبه مهربانتر است. اگر ما و شما یک گناهی کنیم از مادر بخشش بپرسیم، مادر ما را میبخشد. چه خداوند 1000 مرتبه از مادر مهربانتر بوده است، ما و شما را نبخشد؟ ما و شما را خواهد بخشید. همیشه این شب را فراموش مکنید و در حق دوستتان صدای امید دعا را در شبی اول فراموش مکنید. خدا دعا کنید که خدا به ما علم لدنی عطا بفرماید. خدا ما را به گناه آلوده مکند. خدا دشمنان ما را خوار و ذلیل کند. خدا دشمنان دین و ملت را خوار و ذلیل کند. و ان شاء الله حرکت میکنیم بهترین قصه ها را براتون پیشنهاد کنیم. در حق دوستتان، در حق این بنده عاصی گناهکار با دعا باشین.
السلام علیکم و رحمت الله تعالی و برکاته.